مدیتیشن فقط برای توی خونه و زمان خلوتی نیستا. بیا بهت بگم کاربردش تو محل کار چیه. بله داره روش کار میشه. هنوز آماده نشده. من بهتون گفتم هر وقت آماده بشه میفرستم. کافیه این تمرین رو زمانی که خیلی شلوغی استرس و تنش داری یه 10 دقیقه قبل از جلسات یا قبل از اون کارت انجام بدی و بعد تاثیرش رو ببینی. برای این تمرین همونجا پشت میز کارت چند دقیقه آروم و راحت بشین. پشتتو به صندلی تکیه بده، پاهات راحت روی صندلی باشه، کف پاها روی زمین، شونه‌هاتو رول کن عقب، قفسه سینت باز باشه و توجهت رو بیار روی نفس. میخوایم 4 شماره دم بگیریم با این سرعت. 1 2 3 4 یه مکس. بعد 4 شماره بازدم. 2 3 4 دوباره یه مکس. این سیکل رو 10 بار تکرارش کن. اینو سیو کن که انجامش بدی.